بسم الله الرحمن الرحیم. سلام. کاکا روغن میخری؟ نه خواستم میگیری 10 روپه. اه؟ 10 روپه روغن کپ نمیدارم قربان. ما برد میتم. چند داری در جیبت؟ چقدر کار کردی؟ یک مرم دایی روتی. ای خب 20 روپه است. بگیرم صحیح است؟ ما اینمی است. تشکر. سلام برادر. روغن میخری؟ نه بابا ما پیسه نداریم ما کار هستیم در سر چوک آمدیم یعنی که غریب و غربه هستیم پشت یک لقمه نان میگردیم از صبح تا بگار 20 روپه کار کنیم. خب بیا خدا مهربان است. چند افغانی؟ 20 افغانی داری؟ هیچ ندارم. این روغن چند گفتی چند قیمت عزیز؟ چقدر داری که برم بدی؟ 10 روپه به خاطر پنچری بایسکل. مرم دایی بدی. 10 دهیش مرا بیت پس ما بایسکل پنچر میشم میرم خانه که پیسه ندارم. صحیح. خدا کنه که ما بایسکل که ما گرفتم پنچری از او خاطر. خب بیا خدا مهربان است. یعنی خود من مال 10 روپه کار میکنم. ما اینی دایی است و اینی 20 از ما صحیح است. 10 روپه صحیح است؟ خدا حافظ. سلام کوکا. روغن میخری؟ نمیخری؟ سلام. میخری روغن؟ پیسه نداری؟ چقدر داری؟ چقدر داری؟ خودت که بسیار زیاد داری. همون رو برای میتی روغن میگیری؟ واسه کنم چند است؟ 1 2 240 60 80 این 300 روپه است. این 10 روپه میگیرم صحیح است؟ میخری 10 روپه؟ نه. قربانت نه. این تشکر. سلام کاکا. جور بخیر. صحت خوب جان جور. روغن میخری؟ پیسه نداری؟ چند داری؟ چند داری؟ این خود زیاد است. 10 رو پیشه بگیرم صحیح است؟ نه ما همی 10 رو پیشه میگیرم. اینم 10 رو پیشه میگیرم. اینم از خودت. قربانت. تشکر. زنده باد. سلام کاکا. جور بخیر. روغن میخری؟ روغن چرا میخری؟ چند میخری؟ چند 10 روپه. این همه داری باید چند است؟ 20 روپه است؟ صحیح است. اینمی است. برو بخیر. سلام کاکا. جور بخیر. چل داری؟ روغن میخری؟ نداری پیسه؟ چقدر داری؟ نه سال باشه مثال کلی 100 روپه کنی 100 روپه من کار کرده اکنون سال دقیقه پیسه من چی تو را بگویم قربان سرت اگر نمی خریدم مرا یک 20 شبت صحیح است؟ قربان سرت کلا میشه دیگه برو از دیگرها 10 روپه گرفتیم از تو هم 10 روپه میگیرم صحیح است؟ اینم خداوند خیرت بده خدا قبول کنه به قربانت. قربانت. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. روغن میخری کاکا؟ چند آقا کار کنید ما روغن خریده. چقدر کار کردی؟ من؟ تو بکش که ببینم چقدر است. باشه حساب کنم چند است. خودت هم میخری؟ ما؟ ها. نیچه اگه میگی میگه. چند؟ نیچه. چی میگه؟ نسیه میگه که میتی میگیره. نخ نداره. قرض میگه که میتی میگیره. چند داری خودت؟ اما؟
چند در جیبت است؟ اینه نام خدا صحیح کار کردی نه خود هم کار کردی خیلی پس یک روز است او نام خدا نام خدا ها 90 روپیه امروز کار کردی خب بسیار خوب در پا میفروشم صحیح است اینم در روپیه تا میگیرم صحیح است از خودت میگیرم در پا صحیح است خودش هست سر قربانت تشکر من این پیسه تا بگی اینی یک هم از خودت خدا خیرت زنده باشی اینی هم از خودت خیر رفتیم الله نگهدار سلام جور بخیر خیال داری روغن میخری چند میخری چند میخوره 100 روپیه با قسم میخورم چطور دایی به پیسگی دایی بیکاری من داشتم بسر بانکار نکردیم دیگه سال کاری کنم خب چند میارزه روغن چند است قیمتش هرچی والا گفتم روغن نخریدی تا واله تو من پوکتکیو میخورم پاکتکی میخری خب بسیار خوب چند داری چقدر کار کردی 20 روپیه کار کردی خب یک خاله داد برات بسیار خوب دیگه کار نکردی در پا برد بفروشم صحیح است مزاق میکنم نه جدی میگم نه مزاق میکنم نه جدی میگم من ایره بگی باش من سعی کنم خدا کنه مایده داشته باشم اینه من اینی در پیش بگین در پا از من اینه من خدا حافظ